بلوچ‌ها دولت اشکانی داشتند که 500 سال در دنیا حکومت می‌کردند. بلوچ‌ها بر تمام چین، ترکیه، هند و سرتاسر اعراب حکومت می‌کردند. شاید باورتون نشه، اما بلوچ‌ها تنها قومی در ایران بودند که پرتغالی‌ها را شکست دادند. بلوچ‌ها جزء معدود اقوام ایرانی هستند که فردوسی دلیری آنها را ستوده و در بلوچستان شهری به اسم مهرگر هستش که بیش از 9000 سال قدمت دارد که در همان زمان جراحی دندان در آن انجام می‌شده. فکرشو بکنید، 9000 سال قبل هیچگاه پرچم جنگی که قوم بلوچ در آن مشارکت دارد بر زمین نخواهد افتاد. درست امروز بلوچستان مظلوم واقع شده، ولی یه زمانی بزرگترین بود. بلوچ‌ها دولت اشکانی داشتند که 500 سال در دنیا حکومت می‌کردند. بلوچ‌ها بر تمام چین، ترکیه، هند و سرتاسر اعراب حکومت می‌کردند. شاید باورتون نشه، اما بلوچ‌ها تنها قومی در ایران بودند که پرتغالی‌ها را شکست دادند. بلوچ‌ها جزء معدود اقوام ایرانی هستند که فردوسی دلیری آنها را ستوده و در بلوچستان شهری به اسم مهرگر هستش که بیش از 9000 سال قدمت دارد که در همان زمان جراحی دندان در آن انجام می‌شده. فکرشو بکنید، 9000 سال قبل هیچگاه پرچم جنگی که قوم بلوچ در آن مشارکت دارد بر زمین نخواهد